یادم خیلی کوچولو بودم، وقتی که کوچولو بودم پیش مامان بزرگم زندگی میکردم. نمیدونم تجربه زندگی کردم با پدر بزرگ یا مادر بزرگ رو دارید، ولی وقتی من اونجا زندگی میکردم تنها چیز مفیدی که توی یخچال به عنوان خوراکی بود هویج بود. منم یه بچه خوش خوراک، یعنی از اینایی که به هویج و نمیدونم گوجه و هر چیزی که توی یخچال رحم نمیکردم. همش باید یه چیزی تو دهنم بود، حالا مثلا یه خوراکی یه چیزی. ولی از همون بچگی یاد گرفته بودم با چیزای ساده چیزای خوشمزه درست کنم، طوری که پدر بزرگ مادر بزرگم هم همیشه انتظار داشتن که من آشپزی کنم. این شد که من از بچگی دارم آشپزی میکنم. این ترکیب جدیدی که امروز دارم بهتون یاد میدم هم رژیمی هم خوشمزه است، چرا که پر از سبزیجات و پروتئینه. یعنی شما بعد تمرین ورزشتون یا حتی وقتی که رژیم دارید میتونید این غذا رو درست کنید با خیال راحت بخورید، چون اگر به جای سس مایونز کم چرب ماست یونانی بریزید کل کارو جمع میکنید. حالا یه سوال اینجا دارم ازتون، کسی از بین شما که دارین ویدیو رو میبینه مثل من بیش پدر بزرگ مادر بزرگش بزرگ شده؟ و خیلی برام جالبه، اگر دوست داشتید به اشتراک بذارید برام که اگر بزرگ شدید آسیبی دیدید یا اینکه نه خوب بوده براتون. برای خود من هم آسیب داشت هم خوب بود. یعنی الان وقتی میبینم یه نفر کلا بچه‌شو میذاره پیش پدر مادر خودش، خیلی دلم میخواد بکشمش کنار بگم این کارو برای همیشه نکن، یه وقتایی انجام بده. حالا اگر دوست داشتید تجربتون رو با هم به اشتراک بذارید و اگر این ویدیو رو برای اولین بار میبینید خیلی ممنون میشم ازتون لایک هم کنید، سابسکرایب هم کنید و حمایت هم کنید تا بتونم با اشتیاق براتون ادامه بدم.